اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان میرزاناباد علیشیر خدابرده در آغاز جلسه غیر نوبتی به سابق رئیس ناحیه ونج جباری قاسم برای فعالیت چندین ساله کاری در مسند رئیس ناحیه ونج عرض سپاس بیان نمود. ضمن معرفی اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان معلوماتنامه خدمتی و متن توصیفنامه مردزاده آدینشا میرشب را به سهم اشتراکداران نموده قید گردید که فعالیت مهنتی مردزاده آدینشا از آموزگار مؤسسه تعلیمی رقم 21 ناحیه ونج شروع گردیده تا این وقت مدیر شعبه معارف ناحیه، معاون اول رئیس ناحیه و سردار ریاست معارف ولایت مختار کوهستانی بدخشان کار و فعالیت نموده در راه خدمت به خلق و دیار موقع استوار راهبری را از خود نشان داد. خدمت‌های شایسته راهبر نفتعیین در رشد و نموی ولایت مختار کوهستانی بدخشان به غایت بلند میباشد. اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت دستور داد که در این وظیفه پرمسئول نیز با تکیه به مردم فعالیتش را به راه گذارد. میرزاناباد علیشیر خدابرده در ادای وظیفه نو به اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه ونج توفیق و برار کار تمنا نمود. جباری قاسم سابق رئیس ناحیه ونج در نوبت خود منتداری صمیمی خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت اعتماد و باوری و دستگیری‌های پیوسته‌اش بیان نموده از راهبر نفتعیین برای خدمت صادقانه و صافدلانه به خلق و وطن برار و کامیابی تمنا نمود. اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه ونج مردزاده آدینشا میرشب برای سزاوار گردیدن به باوری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وعده دادند که در ترغیب سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان به ساکنان سربلند ناحیه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان صافدلانه خدمت خواهد نمود.